تا حالا دقت کردید هر چقدر درآمدتان بیشتر می شود، ته ماه باز هم همانقدر خالی است؟ انگار پول مثل آب از لای انگشت‌هایتان لیز می خورد و ناپدید می شود. این یک پدیده روانشناسی ثابت شده است به نام تورم سبک زندگی. اولین بار اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز در سال 1930 پیش بینی کرد که مردم با افزایش ثروت کار کمتری می کنند. اما واقعیت دقیقاً برعکس شد. ما به محض اینکه حقوقمان اضافه می شود، استانداردهایمان را بالا می بریم. اجاره خانه گرانتر، گوشی جدیدتر، ماشین بهتر. این یعنی سقف انتظارات شما همیشه یک پله بالاتر از درآمدتان حرکت می کند. دلیل دوم، اثر خرید لذت بخش یا همان خرد خرج‌های اعتیادآور است. مغز ما در برابر پاداش‌های آنی قدرت مقاومت ندارد. وقتی درآمد بالا می رود، شما دیگر به قیمت فکر نمی کنید. یک قهوه 50,000 تومانی در روز در پایان سال می شود 18 میلیون تومان. رقمی که می توانست سرمایه گذاری شود اما در چرخه مصرف گم شده است. بدتر از همه مقایسه اجتماعی است. آلن دوباتن فیلسوف معاصر می گوید ما فقیرتر از اجدادمان نیستیم بلکه دچار اضطراب جایگاه هستیم. در عصر شبکه‌های اجتماعی شما مدام در حال مقایسه زندگی واقعی خودتان با ویترین ادیت شده دیگران هستید. این مقایسه باعث می شود احساس کنید با وجود رفاه نسبی هنوز از قافله عقب مانده اید. در سال 1974 ریچارد ایسترلین اقتصاددان معروف پارادوکس عجیبی را کشف کرد. او ثابت کرد که با افزایش درآمد از یک حد مشخص، سطح خوشحالی و رضایت از زندگی دیگر به همان نسبت رشد نمی کند. به این میگویند تردمیل لذت جویانه، یعنی شما برای درجا زدن در همان سطح رضایت قبلی مجبورید بیشتر و بیشتر بدوید. تله اصلی اینجاست. ما فکر می‌کنیم پول بیشتر یعنی آزادی بیشتر، اما در واقعیت پول بیشتر وقتی با آگاهی همراه نباشد فقط ابعاد قفس ما را بزرگتر می‌کند. شما صاحب وسایل بیشتری می‌شوید، اما این وسایل هستند که کم کم صاحب وقت و انرژی شما می‌شوند. حالا از خودتان بپرسید آیا واقعاً به آن چیزهایی که می‌خرید نیاز دارید یا فقط دارید هزینه اضطراب‌هایتان را با خریدن دارایی‌های بیهوده پرداخت می‌کنید؟ ثروتمند واقعی کسی نیست که درآمدش بیشتر است. کسی است که فاصله بین درآمد و مخارجش جایی برای نفس کشیدن و آزادی انتخاب باقی گذاشته است. چقدر از درآمد این ماهتان واقعاً متعلق به آینده خودتان بود؟